پیش از سر کردن ویدیو کانال یک خواهر اسلامی من را که فوکوس بیزگرانیت یعنی کانال پخت و پز را من برای زنها توصیه میتیم. کانال بیحد ناف. از این کانال شما میتونید شیرینی، تارت، کلچه قندها، خوراک های ملی خودمان را دسترس کنید. خواهر اسلامی من خواستن برای زنها از نازکی های پزندگی یگانچه آموزن. حتما ما کانال خواهرمان را دستگیری میکنیم. آبونه شدن را فراموش نمیکنیم. یارو دوستای دعوت میکنیم. انشالله با دستگیری ما این خواهرمان پیش میرن. دستگیری ما پیشروی زنها می باشد. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه بیسکویت تیار میکنیم. به هر طرزی تیار کنیش آسان، با راه آسان ما امروز پیشکش میکنم. محصولات لازمه برای ما 7 تا تخم، 10 گرم رزرخلیتیل، 200 گرم شکر و 200 گرم آرد لازم است برای خمیرش. این محصولات ها لازم است. ما در اول 7 تا سفیدی و زردی تخم جدا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کاری ما با حیث و برکه و عبراتیت. برای چی ما سفیدی زردیش جدا میکنیم؟ برای آنکه پدیامی بیسکویتی ما خوشرو بیارد، یک کمش، دویمش اینکه به حد خوشرو میپزد. برای همین من فقط من 7 تا سفیدی و زردی جدا کردم. ما کوینه میکسر با میمانیم. من تا کمتر سفید شدنش به شکر لب میزنم. من شکر رو سفیدی تخمه لب زدیم تا سفید شدنش. یک دانه زردی تخمه همراه میکنیم. نگاه کنید تخم و شکری ما چقدر تیار شد. خیلی سفیدی خوشروه خیلی آمد. ما کو 200 گرم آردام و بعد حتما رزرخلیتیل همراه میکنیم. 10 گرم رزرخلیتیل ما 10 دانه تخم بند 10 گرم رزرخلیتیل همراه کنید. میشد اگر مثلا 4 دانه کنید گر نیمتشه همراه کنید که بعد بدخور میشه. نه همراه کنیم. گو کم کم ایلچکی آردامویا همراه میکنیم. ما با میکسر لازم نیه. ما کم کم همراه میکنیم که بسیاری بعد همراه کنیم درونش بسانه خمیرک میماند. خوشرو آمیخته میکنیم. ما اینه میکسر که آمیخته نمیکنیم برای اینکه آرد وزمینی کرده پیامی برداشتگی تخم و شکری ما از نو میشنید. برای من آهسته ما اینه لپتکه کتی آمیخته میکنیم. نگاه کنید خیلی воздушнейший сос. همه آردامویا خیلی همراه میکنیم. یک باره هم اندازیم درونش به همین کلوچه یعنی خمیرک میماند. الکی رزرخلیتیل ما محصولات ما به همراه شده یک سیتا سس یعنی کاوک کرس. فرمه من برایش 25 سانتیمتر به 35 سانتیمتر باشد. اگر لیسته عادل به تیار کنید گر میتونید 8 دانه تخم استفاده برید و 2-3 قاشق آرد و شکرش اضافه کنید. اگر 10 دانه کنید ما لیسته عادل به بعد ورمی بعد کرده پختن به یاردم نمیتید وزمینی کرده درونش خام میماند. من ما می خمیرامای میگیریم کو فرمه ها ما
رو قالبه یخیر میگیریم. من خوش رو گرفتم. قالبه ما کوی نه به تفتان میگذاریم 170 درجه به. اول ما تگی تفتان در میگیرانیم. برای چی؟ ما هر دوش برابر نی. برای آنکه ما اگر تگی تفتان در گیرانیم اتک همه خمیرای ما خوش رو پیام میکند بالا به. این بالاش در مدتی 5 دقیقه همه ما میدانیم سرخ میشد. برای همه ما اول تگش 25 دقیقه بعد بالاش پیوست میکنیم. در مدت 40 دقیقه تیار میشد. بسیاری ها موقعی درونش خام میماند یا که بعد از تفتان گرفتن هدیاماش میشند. شما در وقت پختن اهمیت دید برای تفتان. ما میگذاریم تفتان با. من مابین تفتان با گذاشتم. بیسکویت های ما هم تیار شد. ما خالصی میکنیم. میبینیم چه تیار شده است. خیلی بعدی پختن اینقدر من تا کریم کنشی نگاه دارم که کنی پیاماش میشند یا که نی. نگاه کنید چه خلنده بازوشه ما گرفتیم. چگونه میبینید بیسکویت های ما هم تیار شد. لکه خنک شد. نگاه کنید پیاماش یکان قطعی نشیشت. یک تا دیگه من какао گیم پختم. این ریسیپتو فقط که 2 قاشق آردش کمو 2 قاشق какао همراه داریم. داخلش نگاه کنید چه خوش رو آمده است. یکان قطعی خام نی. خوش رو پخته است. چگونه میبینید ما همین بیسکویت ها ما این گونه تاشت تیار کردم برای مکتب. برای همین گولی بسیار نماندم. همین طور شد. البته به یک سیاهی و یک سفید کارش موندم. خودش کارش معلوم بود که چه خیلی آمدگی همین نمود شد. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساچی کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.